همه ما وقتی دچار اضطراب، افسردگی، وسواس، ADHD و رفتارهایی از این نوع میشیم، معمولاً اولین خواستمون اینه که اینها وجود نداشته باشن و از دستشون خلاص بشیم. و اغلباً میبینیم که راهایی که برای از بین بردن اینا وجود داره یا کوتاه مدت اثرشون یا از ما انسانی میسازه که ازش راضی نیستیم. مثلا شاید دیگه چندان احساس افسردگی نمی کنیم اما چندان انگیزه‌ای هم برای خیلی از کارا نداریم. بیاین با هم جور دیگه‌ای به ماجرا نگاه بکنیم. به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. افسردگی، اضطراب و یا سایر به اصطلاح ناهنجاری‌های روانی میتونن یه دعوت باشن. دعوت به چی؟ دعوت به نگاهی عمیق‌تر به خودمون، دعوت برای جور دیگه نگاه کردن و زندگی کردن، دعوت برای کشف اون چیزایی که سرکوب شده و سالهاست که اونا رو فراموش کردیم. مثلا افسردگی شاید یه دعوت باشه برای دیدن دوباره آرزوهای مدفون شده‌مون، یا وسواس شاید دعوتی باشه برای استعدادهای فراموش شده و به کار نگرفته شده یا زخمایی که دیده نشدن. اینا دعوتی هستن برای کشف گنجهای درون ما که البته هر گنجی با اژدهایی محافظت میشه و نیاز به نبرد با اون هست. اما شما برای این نبرد با اژدها تنها نیستین و میتونین کمک بگیرین. بیاین تا با هم به کشف گنجها و رموز پیچ در پیچ روانمون بپردازیم و در کنار هم به نبرد با اژدها بپردازیم. من مریم فروزمند هستم، تحلیلگر یونگی. یونگ کسی بود که عمق و ژرفای روان رو به دنیای روانشناسی معرفی کرد و به نظر من بزرگترین نقطه قوت تحلیل و روانکاوی یونگی اینه که ما نه تنها معنی رنجامون رو کشف خواهیم کرد بلکه با خیشتن خیش رابطه برقرار میکنیم، چرا که این رابطه قطع شده بوده که منشأ به اصطلاح ناهنجاری ها و پیچیدگی های روان مثل افسردگی، اضطراب و از این قبیل هست. برای تماس با من میتونین از طریق شماره تلفن یا ایمیل اعلام شده در اینجا تماس بگیرید.